DJ Rani Amrani. DJ Rani Amrani. داری با ما مهربونی، با ما دل میسوزونی، تو که با خندات دلو میتسپونی. داری یار خوشگل، نازنار یار خوشگل، با ما مهربونی، با ما دل میسوزونی، تو که با خندات دلو میتسپونی. DJ Rani Amrani. دونای بهاری تو که فرشته ای و يا صوف شبوع ببالي مسيبة ازمنتي تخبر اللي خفلة بديرة هلختي لك سوبر لك نوت كما دباريم رادیوران מצי, הפקה שכולם חיכיתם לה. מסיבה גדולה בפרסית לצעירים יוצאי איראן עם די.ג'יי המפורסם רני אמרני. והזמר החביב יניב כהן. יש ים של מצב רוח ואחלה אווירה הרקדנית רוקדת כולם דסת בלה יחד עם הרקדנית הבטן רויטל שמשון. מוצאי שבת 26/10 בג'אנג'יבר בתל אביב. פרטים בטלפון 0522-633-892. יהיה פיצוץ. خدای شلسات نشه. رادیوران با افتخار بار دیگر تقدیم می کند پارتی بزرگ و شاد جوانان ایرانی در اسرائیل با دی.جی رانی امرانی. و ستاره جوان اسرائیل یانیو کهن. همچنین رقصنده ایرانی رویتال شیمشون در شنبه شب 26 اکتبر در جانجیبار واقع در خیابان مناخم بگین شماره 53 واقع در تل آویو. تلفن آگهی بیشتر 052 2633 892. دیسکوی ایرانی. رادیوران صدایی از قلب اسرائیل برای ایرانیان در تمام جهان. پخش 24 ساعته با بهترین ترانه ها و برنامه ها. radiouran.co.il. موهای سیاه خوراکی چپکیل شانمونی موهای سیاه خوراکی چپکیل شانمونی. מגע המשי, מכון יופי, הסרת שיער בטכנולוגיית IPL, ללא ג'ל וללא כאב, בניית ציפורניים, טיפולי פנים, איפור מקצועי, שעווה, עיצוב גבות, פדיקור רפואי, הכל במגע המשי. כמו כן, מחלקה מיוחדת להורדת שיער לגברים על ידי מטפל. יחס אישי ושירות אדיב, בטלפון 050-85-22-219. מגע משי. موهای سیاه خوراکی چپکیل شانمونی موهای سیاه خوراکی چپکیل شانمونی. دیجی رانی امرانی، برجسته ترین و حرفه‌ای ترین دیجی ایرانی در اسرائیل، با تخصص در اجرای عروسی ها و برمیتزواها. دیجی رانی امرانی برای با شکوه ترین و مجلل ترین مجالس شما. تلفن 052 26 33 892. شادترین مهمانی ها با دیجی رانی امرانی. ساز و رقص و آواز ایرانی با شهناز تهرانی. شادیاور مجالس و محافل و شادیهای شما با ارکستر اختصاصی خود.
شماره تلفن دفتر هنری شهناز تهرانی، خاتون هنرمندان ایران، 052 289 66 06. شادی های شما با شهناز تهرانی کامل می شود. زمین غریب ساحل، منم گم شده بود دریا دل، منم بهروز الوند، رادیو ران، اسرائیل. 4 روز واسه خنده تو نمیذاریم صداقت بشه خوب. توی کارشون نیست شکی باشانن از ایرانیاس، پس چی داشت؟ شهناز و رانی میخوان حالا بگیرن از ما نشونه. آنجلینا جولی رو میشناسه، اینم شهنازشونه. دیجی رانی یه دونست و کم میاری حتی پیشش تو، حتی به پای میکساشن نمیرسه. آره دیجی تیستو. کارمون درسته چون که خدا با ماست هر جایی، همه با هم دیگه با یک صدا تو دارا با اسرائیل.